بشهروند تاجیکستان شهزاد جورابویف که از بیماری روی رنج میکشد در روسیه برای حمله به یک دختر ورزشکار تا 6 سال زندان تهدید میکند. این حادثه صبح 23 آگوست سال 2023 در حوله مجتمع استقامتی کراسنogorsk در شهرک نخابینه ولایت مسکو رخ داد. گفته می شود که شورتک و مایکه پوشیده و در کوچه دویدن دختر سبب چنین برخورد خشونت‌آمیز این جوان مریض شده است. با وجود بیمار بودن شهزاد جورابویف، طور خدمات مطبوعات سرویست تفتیشات ولایت مسکو روز 24 آگوست خبر داد به ضد او با اتهام دست زدن به جنایت افراطگرایانه پرونده جنایتی گشودند. سرویست تفتیشات ولایت در اطلاعش گفت شعبه تفتیشات شهر کراسنogorsk نسبت به این مهاجر با اتهام صادر کردن جنایت افراطگرایانه بر اساس بند ا قسم 2 ماده 282 کودکس جنایتی روسیه برانگیختن کینه و عداوت و پس زدن شان و شرف انسان با استفاده از زورآوری پرونده جنایتی آغاز کرده است. بنا به معلومات تفتیشات 23 آگوست سال 2023 در ساعت‌های صبحگاهی این مرد در صحن اونی در کوچه بلابردو و شهر نخابینه ایستاده بود. او در راه دختری را دید که در تن شورتک و مایکه داشت و به این سبب در سر مرد قصد پس زدن شان و شرف زنانه این دختر با استفاده از زورآوری پیدا شده است. او با لحن طلب‌آمیز به دختر گفته است که با چنین لباس در مکان‌های جمعیتی گشت و گذار کردن زنان و دختران ممکن نیست. بعد این وی بر روی دختر یک مشت زده است. شهزاد جورابویف را خود همان روز 24 آگوست کارمندان پلیس دستگیر کردند. او هنگام بازداشتش یگان مقاومت نشان نداده است. گفته می شود در اطلاعیه تفتیشات علیه دختر را در این پرونده همچون جبر دیده اعتراف کرده، هم او و هم جوانی به او در افتاده را پرسجو کرده است. بنا به خبرها شهزاد جورابویف هنگام بازپرسی بیانات ضد و نقیض داده است. از یک طرف گفته است که میخواست دختر را از گناه نجات داده برای درست هدایت کند، ولی از طرف دیگر در شهر عمل خود باز فهموند است که گویا به این دختر دل بسته است و با این شیوه خشونت‌آمیز گویا خواست است که توجه او را به خود جلب کند. در ویدیو نشر شده دیده می شود که چگونه جوان به نزد دختری که در کوچه مایک و شورتک در تن می دوید آمده بر رویش مشت می زند. دختر رو به فرار می آورد، ولی جوان باز یک مدت او را تعقیب می کند. در این مدت یک ساکن نخابینه جوان را منع کرده می فهموند که این دختر ورزشگر است و برای مشق دویده ایستاده است. اما جورابویف می گوید که مگر دخترم ورزشگر بودن می تواند؟ طور بعداً معلوم شد دختر در واقع ورزشگر بوده. هر روز برای مشق و آمادگی به مسابقه و در کوچه های نخابینه می دود. همچنین معلوم شده است که شهزاد جورابویف بیماری روحی داشته. سال گذشته در بیمارستان بیماری های روحی تبابت گرفته است. او به روسیه نیز برای ادامه تبابت آمده بوده است و در نخابینه در خانه بیبی و عمکش زندگی میکرده است. همگی یک روز قبل از این حادثه خویشاوندانش به سبب دیگر باره افزا گرفتن بیماری شهزاد برای او یاری تعجیلی روحی را دعوت کرده بودند، ولی طبیبان بعد معاینه احوال جوان تاجی گفتند که او به بستری کردن در بیمارخانه بیماری های روحی احتیاج ندارد. بر اساس قسم 2 ماده 282 کودکس جنایتی روسیه به شهزاد جورابویف همچون جزا جریمه به مبلغ از 300,000 تا 600,000 روبل یا کارای اصلاحی به مهلت تا 2 سال و یا از 3 تا 6 سال زندان تهدید می کند.